ظاهر کلافه و وحشت زده این جانور در نگاه اول توجه هر کسی را جلب می کند. آی نوعی لمور است که فقط در ماداگاسکار پیدا می شود و با چهره خاصش جزو حیوانات عجیب به شمار می آید. این حیوان همه چیز خوار است، اما اغلب از حشرات تغذیه می کند. آی با گوش‌های بزرگش که قدرت شنوایی بسیار دارند، می تواند صدای حرکت حشرات را از زیر تنه درختان بشنود و سپس با انگشت بلندش حشرات چوبخوار را از زیر پوست درختان بیرون بکشد و از آنها تغذیه کند. آی شاید ظاهراً جزو حیوانات عجیب و خطرناک به نظر بیاید، اما کاملاً بی‌آزار است و متاسفانه بقای این جانور در خطر قرار گرفته است. به همین دلیل می توان نامش را در لیست حیوانات در معرض انقراض قرار داد.